حاجی ولی از حق نگذریم دنا رو خوب فروختیم نه؟ آره با مدل 93 بود، هرچند ماشین تمیز بود ولی چی بگم مشکلای برقیش تو ذوق میزد دیگه. مثلا من میرفتم باش سر سرعتگی لام سقفیش پرپر میزد. آره با نه شاتوم که تا حالا نزده بود، این جدیدن شاتوم میزنن. نه بابا لعنتی دنا کامپیوترش یه جوریه، بارون میاد. یه بار باش رفتیم شمال دیگه. آره داداش ماشین ایرانی تعصب کشیدن نره. هی بگیم تیو 5 خوبه نمیدونم ای اف 7 خوبه. نه بابا داشتم میگفتم ببین من با این پا شدم رفتم یه بار البته با این نه با اون ماشین قبلی پا شدم رفتم یه بار شمال، بارون خورد به کامپیوترش. این کامپیوترش هم رفتن تخت صاف گذاشتن. آره رفت اونجا، بارون خورد. بعد مشکلی که پیش اومد آب که خورد کلا ماشین خاموش شد دیگه، روشن نشد هیچی دیگه. رفتیم جد ثقیل گرفتیم و این دم و دستگاه داستانا پیش اومد و آره دیگه زده شدم از ماشین. سر همین دنبال این بودم بفروشم. الان دوباره بازم رفتم دینا نوشتم. آره باز تحویل اونم میریم. آره حتما. آقا رسیدیم خونت، دمت هم گرم حاجی. ولی یه چیزی، حالا تا نرفتی من واسه این ویدیو اینو میبرم فرمونشو در بیاره. آره بابا این پشت که آشنا دارم میدم فرمونو برمیدارن، اینو اونجا امانت نگه میداره، یه فرمون معمولی میندازه روش، میگیم ایران خودرو فرمون معمولی گذاشته. آره داداش دمت هم گرم. میبینم داداش. فعلا من از شراب این این چیه؟ سخن مست و دست فضاوی ماشین چرا قدم روشن شد؟ است که رادیو رونده ایران بر اینا چیه کنار میگه؟ مجلس گذر کرد. خاموش ببینید کنیم با دوستان خاموش این کنیم. صد رحمت به شبکه 4 یارو راجع به شراب و فضالای قدر حرف میزنه. بریم ماشین رو من فرمونش عوض کنم. ماشین 0 کیلومتر دست آدم مالتی مدیاش قاطی میکنه. سلام و درود خدمت دوستان گل زای تراکی. همونطور که از تایمنیل متوجه شدید امروز ما اومدیم سراغ دنا پلاس، اونم مدل 403. تو ویدیویی که خب فرزاد جان تو چنل خودش گذاشت منم اونجا بودم و ما دنای معمولی رو با دنا پلاس مدل 403 مقایسه کردیم. بعد اون داستان ایران خودرو این ماشین رو با این رنگ خاص که دست هیچ آدم معمولی بهش نمیرسه رو به ما داد که باش یه تستی بگیریم. ما تا خود گرگان اینجا هم که دیگه میدونید دیگه کوچه خونه فرزاده، تا خود گرگان ما با همین ماشین اومدیم. فرزاد رفت خونه و منم الان میخوام برم سمت تهران، ولی قبلش میخوایم بریم یک سری جاذبه های گردشگری و یک سری جای جالب مپ گرگان هم ببینیم. من برم تو ماشین بشینم. آقا من اول این فلاشه رو خاموش کنم. آقا این فرمون دیکات بوده، ما از فرمون دیکات خوشمون نمیومد به ایران خودرو گفتیم فرمون رو معمولی بنداز بخوایم تست کنیم. خب دنا 403 آینه الکتروکرومیک اضافه شده، زردنده 6 سرعته رو میبینید دیگه. استانداردهای 85 گانه که اومده ماشینا همشون ESP دارن، دکمه‌ش هم که اونجا هست. سنسور نور و باران هم که اضافه کردن. موتورم در راستای اینکه مصرف سوخت بهتر بشه یک سری تغییرات داشته که دیگه حالا قبلا ما صحبتش رو یه جا دیگه کردیم، اینجا دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. بریم داخل شهر رو بگردیم و به جاذبه‌های گردشگری شهر گرگان برسیم. دور کاتاف همین الان چیزی که دیدین رفته رو 6400. اینا تغییرات موتور EF پلاس. ما هم اصلا راهنما اعتقادی بهش نریم، حق تقدم رو رعایت نمی کنیم چون شهر مال ماه. خب
اولین جایی که خیلی جالبه، بذار همینجا من وایسم، همینجا وایسیم. خب اولین جایی که خیلی جالبه این بخشه. یعنی 3 ساله ما اینجا رو میایم گذر میکنیم. این اتوگالریه رو من نمیدونم کی میخوام باز کنه. حالا من اومدم وسط خیابان. آقا بزنید تمومش کنید. این کارگرها هنوز دارن اینجا کار میکنن. 3 سال اینجا داره ساخته میشه ولی هنوز تمام نشد. این اولین جایی که خیلی جای زیبا و جالبیه توی مپ گرگان اینه. بریم سمت ماشین. یه چیز جالب دیگه حالا جلوتر از میریم اونم یه نگاهی میندازیم. میگم 3 ساله دارن یه دونه نمایشگاه ماشین میزنه هنوز تمام نشده. ما بریم این و اینا راحت میخوام بپیچم. یه شتاب اینجا بگیریم ببینیم دنا چند مرده علاجه. آقا تو واقعیت هر کاری میخوایم بکنید خواهشاً اینطوری دیگه این مدلی مثل من رانندگی نکنید. اینجا گیمه، ما داریم با این سرعت رانندگی میکنیم، دور موتور رو میبریم رو کاتاف، ولی تو واقعیت هیچ وقت این کارا رو انجام ندید خواهشاً. پلیس هم ما رو جریمه کرد، ماشینم یه لحظه در رفت. ESP هم که اینجا اصلا هیچ تأثیری نداره، صرفا یه دکمه جهت زیبایی و قشنگی کابینه. دوباره میخوایم از نمایشگاه فکر کنم رد شیم. 3 سال دارن میسازن یا نه اونجا نیست. پیکان داره میاد، ما بریم. یه بار باید با ایران خودرو صحبت کنم ببینم دنا جوانانو میده. ما با پیکان جوانان یکی از دوستان که هست مقایسه بکنیم. سمند و نگاه چوری رانندگی میکنه. خب رسیدیم به جاذبه گردشگری بعدی. من دوباره اینجا وایستم، ماشین رو خاموش کنیم، سویچ رو برداریم بریم. آقا نزنید حالا بمان، یه لحظه اومدیم اینجا. خب جاذبه گردشگری بعدی این شهر چیه؟ میگم 3-4 ساله این بنده خدا اینجا ماشین ما از اینجا رد شیم. 3-4 ساله این بنده خدا اینجا وایساده منتظر اینه که بیان ماشینش رو خاموش بکنن. تیره برق کج شده، ماشین پکیده، این بنده خدا داره سرش اینجا میخارونه منتظر اینه که یکی بیاد ماشینش رو خاموش. ببین 3-4 سال ماشین داره میسوزه، نمیدونم جنس چیه، سوختن این ماشین تمام نمیشه. این بنده خدا هم اینجا خسته نمیشه. یعنی شما شب ساعت 2 نصف شب بیای اینجا وایساده، هر چقدر باهاش صحبت میکنی هیچی نمیگه. نمیدونم فاز این بنده خدا چیه، ولی ماشین 3-4 سال داره اینجا میسوزه. بریم سمت ماشین خودمون. یکی نیست بگه برادر اومدی گرگان ماشین تست کنی، نه اینکه بری به مردم گیر بدی. بریم تا ماشین نیومده که بهترین فرصته. طبق معمول ما داریم میریم لب مرز، داریم میریم گمرک. توی گمرک هم چیزای جالبی واسه نقد و بررسی هایی که ما همیشه انجام میدیم وجود داره. پراید وانته داره بار سیمان میبره.
160 تا توی یه شیبی که اینجا وجود داره ترمز بگیریم. خیلی اینجا جایی نیست که بخوایم ریسک انجام بدیم. این جماعت هم اینجا دیدیم. من نمیدونم این بنده خدا چرا اینجا همیشه وایسادن، نمیدونم دنبال چی میگردن. شاید هم اونجا مثلا جایی که اتوبوس میاد ابوالفضل شاله رو، مثلا اتوبوس منتظر اتوبوس اینا رو تا یه جا ببره، نمیدونم. ولی همیشه حتیش میگم 2 نصف شب هم شما میای باز اونجا وایسادن. مرزم که طبق معمول چال و چولاش پدر ماشین رو در میاره. حالا چه میخواد ماشین سنگین باشه، چه میخواد دینا پلاس 403 باشه. بله دوستان با پیکان میخوام برن اون ورا راه میدم. پیکانو جالبه. همین الان من موندم اینو میخوام دینا رو راه میدم و حالا پیکان خیلی خوبه. عجیبه، شهر عجیبیه واقعا. ببینیم مرز خلوته شلوغه چطوریه. آقا دقت کردی همه یه جور خاصی تو پیکان میشینه. حالا ما ویدیوی قبلیمونم تست و بررسی پیکان بود، ولی اصلا سیس نشستن تو پیکان خیلی خاصه به نسبت ماشینای دیگه. این کله باید حتما به سقف بخوره، اصلا راه نداره دیگه. هرچند نمیشه کارش هم کرد، استایل ماشین همینطوریه. یعنی شما نخوای اینطوری هم بشینی مجبوری تو پیکان یه جوری بشینی که کلت همیشه داره به سقف میخوره. هرچند دینا هم تعریفی نره، عقبش از 207 یه خورده بیشتر جا داره. ماشین سمن بوده ولی یه کاری کردن که قد 206 جا داشته باشه. جلو هم که پام الان تو داشبورده قشنگ. نیه مهندسی سازه ماشین، عالی. توی گمرک چیزی که همیشه خیلی جالبه، حالا الان جلوتر هم میبینیم. بارها ما خب اینجا رو اومدیم رد شدیم، 1000 نفر اینجا ویدیو گرفتن، خود منم اومدم اینجا ویدیو بگیرم. یه بنده خدا اینجا هست، اگه این پیکان عزیز اجازه بده و ما به پلیس نخوریم. بله آخر به پیکان خوردیم، چیزی نیست دوستان. این بنده خداست دیگه، میشناسین دیگه. ایشون این دوست عزیز سال 12 ماه ایشون دارن اینجا پست میدن، یعنی همیشه حاضر آماده. این بنده خدا هم که تو ماشین نشسته بهت زده، چه لباس شخصیه. بریم تا الان ما رو نبردن جمع نکردن، بریم زودتر. خب ایرانی بازی انجام میدیم و یه دفعه میافتیم جلوی پیکان و پیکان هم ایرانی بازی در میاره، به ما راه نمیده. خوبی در ببین اصلا اینجا وایساده واسه خدمت رسانی، همیشم عصبانی، همیشم طلبکار. یا ابوالفضل دیگه به پلیس نمیتونیم بزنیم. بریم اون طرف مرز، من یه تست شتاب اونورم بگیرم. خب ما رسیدیم اون طرف مرز، اومدیم به ترکمنستان و جاده هم یه خورده ترافیکه. بذاریم ماشین پشتی بره، ما بیایم این لاین. این کارای جانگولر الان نمیره. نداشت بیا برو بیا، اومد تو سبقت. یعنی ما جانگولر بازی در میاریم، بقیه هم جانگولر بازی رو در میارن. نداشت دیگه اومدی خارج. نداشت میخوای درک بندازی. خب ما الان راه رو بند آوردیم، میخوایم تست شتاب بگیریم. یه موتور 1.7 لیتری که یه دستکاریای شده در راستای این که مصرف سوخت بیاد پایین تر.
دور آرامش کمتر شده، خط کاتاپش رفته بالاتر. با یه گیربکس 6 سرعتی که نمیدونیم باش مچ هست یا نه. مان هم داره از ما سبقت میگیره. سریع بریم تست شتاب بگیریم. خب شروع به حرکت میکنیم و پا رو را تا ته میذاریم روی گاز. حتما هم باید به خط کاتاپ برسونیم، پدر ماشین رو در بیاریم. خدا کنه تا آخر این مسیر یه شاتون نزنه این. خیلی جالب بود، پلیس جریمه‌مون نکرد. دنده چندیم؟ دنده 4یم. میدونم این جلوتر یه سرعت گیره، فکر کنم اونجا باید ترمز رو بزنیم که آره همینجاست دیگه. نمیتونیم حرکات ژانگولر انجام بدیم. یواش یواش. سرعتی رو با یواش رد کنیم. ماشین امانته، نه اینکه تا الان رعایت حال ماشین رو کردیم. آقا من یه توضیح راجع به این مودم بدم. ما این مود رو برای آقای امیرحسین طوفانی که حالا سرمایه گذار این مود بودن آماده کردیم توی چند تا تیپ مختلف. خب دنا کلا چیزی که الان هست و قبلا بود بکنم کلا 3-4 تا تیپ بیشتر نداشته باشه. هرچند کد کلاس ها زیاده، یعنی شما 10-11 تا کد کلاس میتونی واسه دنا پیدا بکنی، ولی کلا 3 تا تیپ اصلی داره. حالا ما تا الان 2 تاشون نشون دادیم، اون یکی هم مشخصه چیه، حالا بعدا ویدیوشو میگیریم. خب امیرحسین طوفانی عزیز رضایت داد که این نسخه ای که الان ما توش نشستیم با همین امکاناتی که داره، یعنی همین فرمون معمولی و اون دکمه ESP و گیربکس 6 سرعت و آینه الکتروکرومیکش، یعنی مدل 403 بدون اون فرمون دیکاته عموم بشه. یعنی حالا من نمیدونم زمانی که این ویدیو داره پخش میشه عموم شده یا نه، ولی هرچیه ایشون رضایت داد که این مود از مجموعه گیم مود عموم بشه. دمش هم گرم. ما یه بار اینجا با شاهین اومده بودیم و بعدا فرزاد چپ کرد با ماشین امانت. هرچند حالا زبونمون رو گاز بگیره الان ما چپ نکنیم اینجا. من این جلوتر وایستم دیگه ویدیو رو تموم کنیم. اوه این سرعت گیره، کف ماشین گرفت آخر. هر کاری میکنی کف ماشین باید اینجا بگیره. خب آقا اینم از ویدیو تست و بررسی ای بابا اینم از ویدیو تست و بررسی دنا پلاس 403. حالا هرچند بیشتر که ما رفتیم قور بزنیم بگیم که چرا تو شهر گرگان یه سری چیزا 3-4 ساله هنوز همونه، ولی حالا خیلی کاری نداریم. پشت فرمون این ماشین بالاخره نشستیم، یه تست شتابی هم گرفتیم. میگم ایران خودرو شکست نفسی انجام داد، این ماشین رو داد ما تست بکنیم. رنگش هم که یه رنگ خاصیه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، هرچند ویدیو قبلی هم همینطوری بود، ولی خب حتما توی کامنت ها بهمون بگید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.